خیر باشه مریم. من برمیگردم خونه خودم شوکت. که چی؟ دیگه دلیلی نداره بمونم اینجا. این دیگه چجور حرفیه؟ میدونی که برگشتم اینجا رابطمو با زینب درست کنم. خب زینبم برگشته خونه خودش، بهتره منم برم. آها، پس تو دلیلایی که تو رو آورده اینجا هیچ کدوم درباره من نبوده؟ آره؟ خب البته دلیلای دیگه ایم دارم. یعنی این خانومه که بیاد اینجا تو این خونه شلوغ میشه، بهتره که من برم. خب خونه به این گندگی و اتاق برات پیدا نمیشه؟ اما خب اونه که میخواد بره بهانه‌ش هم پیدا میکنه، غیر از اینه؟ شوکت پس میتونین برین مریم خانوم، بفرمایین. به سلامت، راه باز، جاده دراز. شوکت من دنبال بهانه نمیگردم. بله، تو که لازم نداری دنبال بهانه بگردی، مگه نه خانم؟ تو هر کاری بخوای میکنی. شوکت منم دلم نمیخواد برم. خب پس چرا میخوای بری؟ ها؟ چرا؟ خب اینطوری خیلی بهتره. تو یه خونه زندگی میکنیم اما معلوم نیست که چی. خب گوش کن مریم خانم، تو برای اینکه اینجا بمونی دلیل ملیم لازم نداری، روشنه؟ تو ننه دختر منی. آها، در ضمن مگه تو از دل زینب در آوردی که داری میری؟ ها، زن دیوانه؟ خب گوش کن، تا زینب تسلیم نشده پاتو از اینجا بیرون نمیذاری. بشین سر جات، همین که گفتم. باشه شوکت، هرچی تو بگی قبوله. حالا شد، عاقل باش. تو داری با تسبیح سلیم بزرگ بازی میکنی؟ تو دیگه سلیم شکرچی زاده شدی؟ آره، تو از اولش هم پسر من بودی، حالا پسر رسمی خودمی. این امضا رو یه هفته قبل میکردی هیچ کدوم از این اتفاقای عجیب غریب سرمون نمی اومد. بله، بابا شدن به اون راحتی هم نیست. باید این بدبختی ها رو میکشیدیم و کشیدیم. امتحانم قبول شدم. تو پسر من شدی دیگه، واقعا پسرم شدی. آره، کسی اعتراضی نداره. خیلی خوب، یه غلطی کردم، اینقدر تو سرم نزن دیگه. خب مامیو ببخشیم پسرم. بخشیدیم. بزرم زینب، این همه بلا سرمون اومد، یه مسافرت بریم. آه فاتح، اصلا تو حس و حاله. نکنه تو مسافرت میخواد بهم پیشنهاد ازدواج بده؟ میمیری یه بار اعتراض نکنی؟ آره؟ نه اعتراض ندارم، هر جا بخوای بریم. چمدونا رو من میبندم، مشکلی نیست. باشه عالیه، پس صبر کنیم مادر بزرگ بیاد خونه بعد با هم. باشه را میافتی میریم. پسر کی بودی تو؟ فقط هنوز یه چیزی هست که سرش تسویه حساب داریم. چه چیزی هست؟ چه تسویه حسابی؟ چی شده؟ بدش من. چرا میگیری؟ اون دیگه تو برگه هم پسرمه. چون میخوام بخوابونمش. بله پسر توئه. ببین بغل منو میخواد. چیکار میکنی؟ عزیزم این دیگه خوابش گرفته، بچه است. زینب منظورت از تسویه حساب چیه؟ بگو. ای خدا بس دیگه، چه حسابی؟ هنوزم چیزی مونده؟ من از لب مرگ برگشتم، هواپیما افتاد داشتن عقدم میکردن. چی شد؟ زینب چرا اونجوری چپ چپ نگاه میکنی؟ بابا غیر از اون دیگه هیچی ازت قایم نکردم، از کدوم تسویه حساب حرف میزنی؟ جواد تو چرا اونو برمیداری؟ اون کوچیکه رو که دست کامیله بردار. آفرین باریکلا. اوی چی شد یه هوکی؟ چی رو زدی چی کنی؟ با وسایل زن بیچاره چی کار کردی؟ زود پاشین جمع کنین کله پوکا. اوی
سلینا شما اینجا چی کار میکنین؟ چرا پیش خانم بزرگ جون نموندین؟ مامان بزرگ مرخص شد خاله یادگار، حالش خوبه، سلامم رسون. اوه خدایا شکرت باشه. پسرم بیاین اینجا، بیا کمک کنین، بیاین وردن اینا رو ببرین. خاک بر سر هویجت کنم. ای بابا حواستون کجاست بچه ها؟ چی کار میکنی جواد ها؟ اونو از جا مونده بود. بابا تو دیگه چه پسر بیارزه‌ای بودی پسر. چیزه پام گیر کرد برای همین افتاد. ای آدم دست و پا چلفتی. مامان چیه؟ شازیمند خودش رو تو اتاق زندونی کرده نمیاد بیرون. آخ خاک به سرم. یادگار من چه غلطی بکنم؟ شازیمند تو اتاق قابلمه های جهازم رو زمینه. آخه چرا من باید اینجوری کمرم بشکنه زندگیم در و داغون بشه یادگار؟ اوف ای خدا همه چی تموم شد. حالا باید با شازی هم سر کله بزنی. بابا خودم میرم باش حرف میزنم. برید نه خاله یادگار صبر کن. شازیمندو فقط من میتونم راضی کنم. بابا تو دوتا قابلمه هم نمیتونی برداری. شازیمندو چجوری میخوای بیاری بیرون؟ اونش با من خاله. شما هم اینجا وایسین یکم صبر کنین. من شازیمندو برمیدارم میام اینجا. ببخشید پام خیس خورد. الان برمیگردم نترسین آنم خوبه. شازی خدا کنه با دست و پای سالم برگرد. خدایا هوش عقل بده. خدایا هیچی بهش نداره. خیلی خوب بیاری. بجنبین دیگه. ای کاری. خدا فقط هیکل گنده کردی. بیا بالا. شازیمند جون منم جواد. همه وسایل رو من بردم. همه رو شخصا خودم بردم. فقط به خاطر تو کار کردم. خوشگل‌ترین اتاق خونه شوکت خانه انتخاب کردم. آخه کاپیتان خیلی دوستم داره. گفت تو لب تر کن هرچی بخوای همون میشه. همه اتاقا فدای یه تار موچ شازیمند. همه چی حاضر و آماده منتظر توه. بیا بریم. از تنهایی کهنه این خونه راحت شی. دستمو بگیر. تو جاده ها به سمت آینده با هم قدم بزنیم. شازی شازیمند وای شازی نترسیدی که بیا بریم. نتونستم. من یکی که تعجب نکردم شازیمند باهات پا نشد بیا. از این اعتماد به سخت و عجیب جنابالی تعجب میکنم. پسرم آخه تو رو چه حسابی گفتی من میتونم بیارمش؟ آی فره اینقدر این بچه رو اذیت نکن. به حد کافی دلش شکسته دیگه. نه خیر خنگول شازیمنده. مامان بی خودی اینقدر تو سر این بچه نزن دیگه. دخترم تو هم جلوی زبونتو بگیر تا دق و دلیمو سرتو خالی نکردم. بابا من که بهتون گفتم نذاشتیم من برم با شازیمند حرف بزنم. قربونت برم فهمیدم میخوای با شازیمند حرف بزنی، اما من اخلاق دخترمو میدونم. خواهر این دختر خیلی یه دنده است. کپی عمشه. نمیدونی. جون خودت نمیدونم از دست اینا چی کار دارم میکنم. میخواین یه بارم من سعی بکنم؟ تو از کجا پیدات شد؟ مامان دید اسباب کشی داریم اومد کمک دیگه. بیا بریم پیش شازی ببینیم چی میشه. بی خودی زحمت نکشی. اینجا فقط یه نفر میتونه خود شازی رو از اتاقش بیاره بیرون. اونم منم. ها چقدر خندیدم. فسقلیه باش. من نتونستم. تو میتونی بیاریش؟ حالا تماشا کن. بچه خدا اینو بچه ها ادا در خیلی خوب پسر بس چرا وایسادی؟ کارتونا رو بردار. باشه. نه وایسا تو اونها رو نبر میزنیمش کنی. تو اینو بردار. قربونت برم پسرم تا همونو بردار. نه خاله من میبردم. نمیخواد برو. ببر دیگه. خودش شازی جونم. میدونم نمیخوای از اتاق بیای بیرون،
اما آماده باش، یه خبر دست اول برات دارم. تو خونه ما اینترنت نامحدوده، با سرعته و از همه مهمتر برای تو مجانی. آفرین به خودم. فاتح این هتل مال شماست؟ نه مال ما اون یکی بود. اون خوشگله. اومدیم. ببین به چه روزی افتادی. یعنی موندم چجوری نفرینت کنم. قصه نخور فادیک، کار میکنم یه خونه تازه برات میخرم. جدی میگی؟ خیلی ممنون. فادیک میگم اتفاقا به نظر من اینجوری که خیلی خوب شد، ما اینجوری واقعا خواهر برادر میشیم. دقیقا یه خانواده بزرگ شدیم. خانواده شدیم نه؟ آقا یه چیزی، این فاطمه و زینب چجوری ما رو ول کردن رفتن ها؟ رفیق مگه اونا رو نمیشناسی؟ تا کار پیش اومد گاز گرفتن رفتن، تو چرا تعجب میکنی؟ چرا نگین بابا. ای بابا این همه اتفاق براشون افتاد، خودتون دیدین پیشش بودین. به سفر احتیاج داشتن. چیه؟ حقشون بود دیگه، برن سفر حالشو ببرن. تازه یه چیزی بگم، ببرن. شاید فاتح از موقعیت استفاده کرد و تو سفر به زینب پیشنهاد ازدواج داد. چی؟ یه لحظه واسه ببینم، مگه اینا زن و شوهر نیستن؟ آره واقعا مگه اینا زن و شوهر نیستن؟ چرا زن و شوهرن؟ نه ببین اونا زن و شوهرن. آره زن و شوهرن. اینجا منظورش اینه که کشش ندین دیگه، جواب بدین. بس دیگه، دروغ. آخه تا کی؟ من میگم. ببین چیو میگی تو؟ مگه بهشون قول نداده بودیم؟ چی میخوای بهشون بگی؟ بچه ها مگه به خاطر همین قایم کردن این همه اتفاق نیفتاده ها؟ من همه چیو میگم بس. چی میگی؟ راز آدم رو چرا فاش میکنی؟ بته چه ابرو نیا رفیق، حرف بزنیم بگین جریان چیه، زود باشین. چه خبره؟ بله فادیک، همه چیو مو به مو بهمون میگی، دقیقاً از همون اول. میخوام همه چیو بدونم، زود باش بگو. نگران نباش. ببینین راستش این زینب ما وقتی رفت آمریکا هنوز فاتح ماته‌و نمیشناخت. میدونین که با ارتان رفته اونجا، هنوز زینب و فاتح آشنا نشده بودن. اون با یکی دیگه بوده، اون یکی هم با یکی دیگه. 2 تا رابطه جدا داشتن. بعدش اینجوری میشه که یکی از اونا وای فاتح هلو بپر تو گلو. خیلی چسبید فاتح، خوب شد که اومدیم. تو هم برو تو. من با آب میونه ندارم عزیزم، مگه نمیدونی؟ اما فاتح جون این اونقدرام عمیق نیست که تو بترسی ها. تازه گرمم هست. چی هم هست؟ گرمم. یه بار دیگه هم بگو. داغ. بودو بریم تو اتاق. فاتح بس دیگه، شورشو در نیار. عزیزم پرنده از قفس پریده دیگه بند نمیشه، چی کار کنم؟ خیال نداری بذاری یه لحظه راحت باشم نه؟ بابا این برای راحت شدنمونه دیگه. ببین میریم اتاقمون، قشنگ یه دوش میگیریم، رو تخت دراز میکشیم. نه خیرم، من هنوز شنام تموم نشده. منم میرم ماساژ. اونم نه خیر. چی نه خیر؟ من خودم تو اتاق ماساژت میدم. ماساژ خرسی؟ من ماساژ تایلی میخوام. میگم ماساژ رو با هم دیگه بریم. باشه. آقای محترم چیزی کم و کس ندارین؟ چرا؟ همه چی. فندق، پسته، عسل، بادوم، همه چی. پروتئین، کربوهیدرات، همه چی. بله چشم الان. تو چرا اون همه آجیل خواستی آخه؟ پوست خیس خیلی بهت میاد. وای فاطمه. نه جدی میگم.
فاتح جون نمیشه از این سر و صداها در نیاری لطفاً، تمرکزم به هم میخوره. عزیزم دست خودم نیست، خیلی خوب ماساژ میده. آخ بیا بالاتر، بالا سر رون. سر رون؟ شما ازدواج کردین؟ آخ کارتون خیلی سخته ها. جدی میگم آدمای جور و جور میان پیشتون، مردای پشمالو. آخ اگه بوگندو هم باشن که وای به خدا خیلی سخت. زینب جون خواهشم مزاحم کار خانم نشو، داره سعی میکنه رو کارش تمرکز کنه. حوصله‌ام سر رفت. یه چیزی بگم، هوا یکم گرم نشده فاتح ها؟ اتاق خیلی گرمه، خیلی گرمه نه؟ نه. چی نه؟ کل صورت ترق کرده. پاشو بریم اتاقمون، پاشو. عزیزم تا این تموم نشده من هیچ جا نمیرم. این روغن چیه؟ روغن نعناست؟ وای آلرژی دارم فاتح، من به روغن نعنا آلرژی دارم، بدنم ورم میکنه. پاشو بریم تو اتاقمون تنمو بشورم. پاشو. باشه صبر کن الان میریم، صبر کن. فاتح میدونی تو اتاق چی کارت میکنم؟ ماساژ خرسی نیست، کیف میکنی. در ضمن تو مگه نگفتی تای ماساژ میخوای؟ کی گفته این زن تایلندیان آقا؟ عزیزم من گفتم ماساژ تایلی میخوام، نگفتم دختر تایلندی که. آدم حاضر جواب. اینطوری نمیشه آقا، اینا چطوری سرمونو شیره مالیدن؟ دروغ شاخدار نگاه کنم. من الان به اون آبجی زنگ میزنم باز حساب پس بده. باز شروع کردی یا؟ دختر مگه تو نمیبینی چجوری گولمون زدن؟ چند ساله دارن بهمون دروغ میگن. این وضع آخه دیگه. باشه دیگه، خب کاریه که شده. زنگ بزنی که چی بگی؟ آبجی من با مردی که هیچ رابطه رسمی بینشون نیست نمیتونه مسافرت بره آقا جون. میگم آره عهد بوقه قبول نمی کنی. من نمیگم. پسر تو نبردی منو سر کوه؟ زیرزیرکی خونه ما زندگی نکردی؟ ما هم نداشتیم، پس چرا 24 ساعت بیخی دل هم بودیم؟ اون با این فرق داره آخه. چی با چی فرق میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. بشین سر جات ببینم. گوش کن، اگه بشنوم به کسی چیزی گفتی اون کلت از جاش میکنم. به فادیک مهلت نمیدم، خودم میکنمش. یکم خونسرد باشین، چی کار میکنین؟ دختر ما از لنگ و کمر افتادیم، شما اونجا گپ میزنین؟ باشین یکم تو کارا کمک کنین دیگه. باشه مامان باشه، اومدیم، تو برو. اورهان خوب گوش کن، حواست جمع باشه، به هیچ کس هیچی نمیگی. خب ببین، خوشبختی اون دوتا خوشبختی ما دوتاست. دفاع شده. ای باشه چشم، اومدیم، به خود اومدیم. باشه تموم شد فاتح، میتونی آهنگو خاموش کنی. باشه عشقم. کیه؟ سفارشتون. درست به موقع رسید. فاتح چرا تو اتاقمون غذا میخوریم؟ اینطوری رومانتیک تره. چرا ما مثل آدمای معمولی نمیریم پایین تو رستوران آخه؟ درررم. بله زینب خانم، برای سورپرایز حاضرین؟ سورپرایز؟ وای میخواد پیشنهاد ازدواج بده. دیوونه حلقه رو تو غذا قایم کرده. نیستم حاضر نیستم. 2 ثانیه مهلت بده. زینب چه زود. حالا حاضرم. بیا. خب معرکه شدی. نه بابا، کاری نکردم که، فقط یه لباس عوض کردم. حاضری؟ حاضرم. بر میدارم. بردار. آی خدا، یا انگار همینه.
چیه؟ 2 تا رون کوچیک، پیشش هم سبزیجات فصل، غذای مورد علاقت. زینب چی کار میکنی؟ نکنه خوشت نیومد؟ نه خوشم اومد. چیه؟ تمیزشو کنترل کردم ببینم میشه خورد یا نه. باشه غذا بخوریم بعد بریم سر سورپرایز بعدی. سورپرایز اصلی نیست نه؟ البته که نیست، این سورپرایز کوچیکه است. سورپرایز اصلی بیرون منتظرمونه. بیا باشه بدو بریم. یواش غذا بخوریم بعد بریم. من هنوز حاضر نیستم. من نمیخوام، خودت بشین. من زود یه چیزی میپوشم. باشه تو غذا تو بخور. بعدش میریم. خیلی خوب زود باش. بدو از قدرت و انرژی افتادیم. صبر کن بابا، گوشت تشنه کجا بریم؟ زینب صبر کن قشنگ میشوسیم. فاتح جون بس عزیزم بس. بردار تو را میکنی بدو. یکی دست تو را بخور. لباس تو عوض کن. بدو. خب بخورم. خب فاتح تو چرا من آوردی اینجا؟ گوش کن. به چی؟ قورباغه ها؟ آره قورباغه ها. از بین 1000 تا قورباغه منو انتخاب کردی. پرنست شدم. تو پرنس قورباغه منی؟ بله من پرنسم. تا صبح اینجاییم عزیزم. تا وقتی هم بخواستم نرسم دست از سرت بر نمیدارم. بله 1000 تا بله تا آخر عمرم بله. آخیش زینب تو چی داری میگی؟ میگم بله عشقم، خیلی کار جالبی کردی، خیلی جای قشنگی، خوب شد اومدی. فکر خودم بود. آفرین به تو. اما هنوز سورپرایزم تموم نشده. اگه بدونی چیا منتظرته بیا بشین اینجا. فاتح تو رو خدا هر چی قراره نشونم بدی بده. واقعا دیگه اعصابم ضعیف شده. من در اصل همچین زنی نیستم اما نگران نباش نشون میدم. خیلی ممنون. بشین مراقب باش. یواش بشین. حاضری؟ حاضرم. زینب ببین این ستاره ها چقدر قشنگه. فاتح چقدر زیادن. آره ببین اونو میبینی؟ اون منم. کنار اون یه دونه دیگه هم هست. اون هم توی. من چرا کوچولوترم؟ کوچیک نیستی بانمک. تو یکم از من عقب‌تر وایسادی. یعنی همش میافتم دنبالت اینجوریه؟ 24 ساعت دنبالم. هر جا میرم هر کاری میکنم دنبالم. خسته شدم. آخ دیگه چی؟ کی به کی میگه؟ خودت همه جا دنبال منی آقا پسر. نه بابا، پس کی بود وقتی هواپیما افتاد تو کوه و جنگل دنبالم میگشت؟ وای فاتح یه چیزی بگم؟ چی؟ من اونجا اونقدر ترسیدم که نگو. من فکر کردم که دیگه نمیتونم ببینمت. واقعا داشتم دیوونه میشدم. اما خدا رو شکر الان پیش خودمی. فاتح چیه؟ نگاه کن ستاره دنباله دار دیدی؟ دیدم آره. آرزو کردی؟ آره تو چی؟ منم کردم. چی کردی؟ آرزو؟ آره اما چی؟ به تو چه؟ آرزوها رو که نمیگم. خیلی خوب نخواستیم نگو. خیلی جای قشنگیه نه؟ آره درست جاشه. جاش؟ فاتح میگم تو اون روز تو فرودگاه ازم پرسیده بودی زنم میشی یادته؟ خیلی حرف قشنگی بود. هیچ فکرشو میکردی یه روزی به اینجاها برسی؟ راستش دروغ چرا؟ فکر میکردم تا 1-2 هفته بعدش شده میشی. منم اما
عجیب نیست به نظرت؟ چرا نتونستیم جدا شیم؟ چون نخواستیم. پس میگی میخواستیم جدا میشدیم آره؟ بله، نخواستیم. یکم فکر کن زینب، از چه بلبشوهایی در اومدیم، چقدر کلک سوار کردیم، تهدیدا، خط و نشونا، با همش جنگیدیم. اولین روزی که شوکت بابا رو دیدم منو انداخت تو دریا. میتونستیم جدا شیم دیگه، یا اذیت کردنه مامانمو بهونه کنی ازم جدا شیم، اما نشدیم چون نخواستیم. میدونی چرا؟ چون که ما 2 قلب داریم که برای همدیگه آفریده شدن. فاتح ببین زینب زینب زینب، هر باری میتپه من یکم دیگه بهت وابسته میشم. میدونی بعد از این مدت بخوام تو رو از دلم در بیارم چی میشه؟ این قلب وای میشه برای اینکه زینبشو پس نده. فاتحو میکشه. هیچ وقت دستمو ول نکن باشه فاتح. تو هم منو ول نکن زینب. خیلی دوست دارم. منم خیلی دوست دارم. خب بگو دیگه چجوری پیشنهاد داد؟ رمانتیک بود؟ میگم سورپرایزت کرد یا همجوری رو ازت پرسید ها؟ بله که آماده کرده. مگه داداشمو نمیشناسی؟ نگفت. چطور نگفته؟ نگفت. معلومه نمیگه. دیگه چی؟ مثل زن و شوهر دارین زندگی میکنین دیگه. خوش باشین. 1000 جور دروغ و چخان. اورهان عزیزم سر این با هم حرف نزدیم؟ من که نمیفهمم این چه جور کاریه. اما من یکی این سری امیدوار بودم. نه چی کار کنیم؟ مون برای 1 سال دیگه. زنده باشیم بچه ها. دیگه نگران زندگیتون نمیمونم. سلیم شکرچی زاده رسما به عنوان وارثم تعیین شد. بله مادر بزرگ گلم، وارثته. خیلی ممنونم فاتح پسرم. جونم مادر بزرگ. قدر زینبو بدون پسرم. اگر با وجود مادرت برگشته این خونه فقط به خاطر عشقیه که بهت داره. دلش نمیخواد پسرشو بی پدر بزرگ کنه. منم خیلی دوستش دارم مادر بزرگ. اما خب زینبو شناختی، هنوز اصل جریانو نفهمیدی. اون حق داشت عزیزم. تو رابطه اعتماد خیلی مهمه. به دست آوردن اعتماد یه زن از به دست آوردن علاقش خیلی سخت تره. برای همینم گول خوردن، خیانت دیدن برای یه زن بزرگترین درده. خیالت راحت باشه، دیگه کسی رو گول نمیزنه. همه رازای بینمون، دروغامون تمام میشن. چطور هنوز تمام نشدن؟ یه چیز کوچولوی جزئی کوتاهی هست که باید حلش کنیم مادر بزرگ. نگران نباش که اونم حل میشه. باشه تو اصلا نگران نباش. فاتح اونش با 90. تو فکرتو خراب نکن.
اگه فاتح از ازدواج با من منصرف شده باشه چی؟ چرا نگو زینب، من داداشمو میشناسم. معلومه که منصرف شده. آخه برای چی باید ازدواج کنه؟ قشنگ زندگیشو میکنه دیگه، تا وقتی بتونن همینجوری عشق و عاشقشونه. چی کار میکنی تو؟ اورهان تا اطلاع ثانوی حرف زدن موقوف. عجبا. اما این سری منم نفهمیدم عزیزم. بچه‌ها ببینی اونقدر لحظه‌های رمانتیکی داشتیم که نمیتونم اون لحظه ها رو براتون بگم، اما تو هیچ کدومشونم پیشنهاد نداد. بابا یادش رفته، من باش حرف میزنم خیال تخت باشه. اصلا مته، اصلا همچی کاری آره نمی‌کنی. مته، تو این جریان دخالت نکن. فاتح جون، برعکس اینجا چی کار میکنی؟ از مسافرتمون براشون میگفتم. همه رو؟ فاتح هتل؟ خیلی خوب بس دیگه. حالا چیزه من و تو بریم یه سر به سلیم بزنیم. به هم کمک کن. شما برین حیاط، هوا خیلی خوبه. با هم بشینین تو حیاط. پاشین بریم ما میان. آقا فاتح. بله مصطفی. همه سفارشاتون آماده است قربان. هواپیما حاضره. هتل حاضره. همه چی؟ همه چی حاضر آقا فاتح. عملیات با موفقیت انجام شد. آفرین، خوشم اومد، خیلی ممنون. با اجازه. خب شما برای همه چی حاضرین جوونا؟ چی؟ کدوم شما؟ یعنی همه تو؟ فاتح جون تو باز چی تو سرت میچرخه؟ چیز خاصی نمیچرخه زینب، فقط با خودم گفتم یکم با هم بریم بگردیم. ها؟ کجا بگردیم؟ بچه ها آماده باشین، گوش کنین. میریم آمریکا. چی؟ آمریکا؟ داری جدی میگی؟ یعنی لباس بپوشیم، چمدون ببندیم بریم؟ بله. هممون آره؟ وای فاتح، خیلی خوب میشه، چقدر حال کنی. 5 ساعت راهه. چی؟ 12؟ من نمیتونم. میتونی، چیزی نیست. میتونی بابا. وای فاتح، بیا اینجا، بیا. مسافرای عزیز، در سفرمون از فرودگاه استانبول به مقصد 12 ساعت با هم خیلی ممنونم. وضعیت هوا هم آفتابی و صاف است. مسافران عزیز، من خلبان اول کاپیتان متین عزباتور و خلبان کمکی فاتح شکنجی زاده براتون سفر خوب و آرومی آرزو می‌کنم. زینب، باورم نمیشه داریم پرواز میکنیم به آمریکا. این هواپیما رو باور میکنی اما امریکا رفتن تو باور نمیکنی. آره اینم هست. چه میدونم. میگم حس نمی‌کنی الان داریم یه فیلم جاسوسی میسازی؟ نزدیکترین دوستای قهرمان فیلم با هواپیمای شخصی میرن سفر، از اتاق خلبان یه پیج میاد. در اصل قهرمان جاسوس بوده. راکتی که معلوم نیست از کجا اومده افتاده دنبال هواپیما. مته جون بسه، معلومه که آخر داستان تو هیچ چیز خوشایندی نیست. هر وقت تو یه چیزی میگی یه بلایی سر ما ها میاد. تو رو خدا هیچی نگو، خواهش میکنم هیچی نگو. مگه چیه؟ عزیزم به چی فکر میکنی؟ نمیدونی چقدر خوشحالم که دارم باهات میرم آمریکا. خیلی هیجان انگیزه. کورنل کافه هم میریم مگه نه؟ 100% میریم. با تو آمریکا که سهله، همه جای دنیا رو میگردیم. خب با هواپیما؟ آره خب من آسمون رو دوست دارم دیگه. اما منم از پرواز میترسم، میدونی که بعضی جاها هم با کشتی بریم. آره تو هم آب رو دوست داشتی. چی کار میشه کرد؟ یه راه میونه‌ای پیدا میکنیم. زندگی مشترک دیگه. تو هیچ نگران نباش عزیزم. وقتی من پیشتم لازم نیست از چیزی بترسی. باشه؟ باشه.
چه خبره؟ هیچی نیست عزیزم، نترس. خب است. چیزی نیست عزیزم، توربولانس. بله میدونم، اما آخه این طبیعیه. آره یعنی طبیعیه، اون سری هم شده بود دیگه. این چیزا تو هواپیما پیش میاد، نگران نباش. نفس عمیق بکش، من میرم ببینم چی شد. نرو تو پیش من باش، هیچ جا نرو. برم ببینم چیه، زود میام. نرو تنهام نذار فاطمه، پیشم برم پیش خلبان بپرسم چی شده، بیام بهت بگم دیگه. باشه برو بپرس. زینب سقوط میکنیم نه؟ زینب سقوط میکنیم. فاتحه راستشو بگو. زینب اینجا رو نگاه کن. بله زینب خانوم، مگه بهت نگفتم انتقام اون کانجولا سیاه رو ازت میگیرم؟ اینم انتقام. وای فاتح، خیلی خندیدیم. ما یه بچه داریم، چطور تونستی همچین شوخی بکنی؟ این دیگه یعنی چی؟ نگوش کن تو رو خدا. زینب چیه؟ با هم قهری؟ بله 5 دقیقه با هم قهریم. ساکت. زینب خلبان طوری شده؟ چی شده کاپیتان؟ زینب خواستم از اولین جایی که دیدمت شروع کنم. دروغی که با هم شروع کردیم اولین جایی که دیدمت به واقعیت تبدیل شد. برای همین انقدر منتظرت گذاشتم. زینب عشقم. جانم بله. تو همه توربولانسایی که تو زندگیم خواهم داشت به عنوان زنم پیشم میمونی؟ بله بگو بله دیگه، زود باش. بابا مگه شماها دیوانه شدین؟ معلومه که بله میگم. بله. وای فاطمه، فکر کردم دیگه بیخیال شدی، دیوونم کردی. بله من به چی گفتم؟ گفتم هر وقت بخوام هر جا بخوام پیشنهاد. بله همینطورم شد. بسه. چی شد؟ خیلی قشنگ بسه. بیا بشین. یعنی چی؟ بسه دیگه بیا یکم هم بشینیم. میتونی تموم کنی کاپتان. کاپتان خیلی ممنون. بذاری من بزنم. ممنون کاپتان، دیگه میتونی تموم کنی. شوخیو کردیم تموم شد. فاتح میگم انگار نمیشنوه. کاپتان کاپتان شوخی تموم شد آقا. کاپتان کاپیتان وای این جدی یه چیزی شده؟ چی شده؟ مرده. بریم ببینم. آروم باش. بکشش. بلندش کن. آروم باشین. آروم. چرا باید این اتفاق بیفته؟ آروم بذارید زمین. آروم باشین بچه‌ها، خودتون رو کنترل کنین. آروم باشین. چیکار میکنین؟ من خلبانم دیگه. آره تو خلبانی. بله اما خلبانی که سقوط کرده بود. اون پره‌دار بود، من تو اینا مدرک دارم. آروم باشین. ببینین همه چی تحت کنترل منه. آروم باشین، خونسردیتون هم باشه. خیلی خوب، آروم باشین. برو بشین. داداش چیه؟
موتورم تحت کنترل. آره چطور؟ آخه موتور آتیش گرفته. چی؟ موتور آتیش گرفته. آتیش کار کنی خدایا. من جوانم آرزو دارم داداش. نه اون نیست دست ازم بده دست ازم. اون نیست. سر صدا نکنی. بچه سر کنی دیگه. اونو ولش داداش. ساکت باشین ببینم چه خبره. بله فهمیدم. سقوط میکنی.